عجیب ترین پنیرهای ایرانی رو میخوایم تست کنیم ببینیم چی هن. اولیش پنیر کوزه از برند پگاه، پنیر تخمیری سنتی. چرا پودریه؟ اینه پنیر پیتزا. عجیبه. اگه میدونید پنیر کوزه چیه حتما تو کامنت ها برام بنویسید. این خوشمزه است. 8 از 10. بعدی پنیر دوژو رامک. 2 برابر کلسیم و پروتئین داره. چه بافت بستنی طوری داره. عین ماست و مزه پنیر خامه‌ای میده. طعمش هم خدایی خوبه. بهش میدم 9 از 10. بعدی پنیر شکلاتی آلیما. این چیه دیگه؟ بوی شکلات فوق‌العاده. بافتش این شکلات صبحانه است. ولی پنیره. چقدر عجیب. خیلی عالیه. باورم نمیشه چقدر خوشمزه است آجی. من هر روز صبح با اینو بخورم. به این میدم 10 از 10. خیلی خوشم اومد. بعدی پنیر زیره کاله است. داخلش پر از زیره است. به این میدم 0. افتضاحه. ببین اصلا حالم بد شد. اگه زیره دوست ندارید اصلا این پنیر رو نخرید. سابسکرایب فراموشتون نشه.